درود بر شما. من برگشتم با یک کار جدید. جعبه کار چوب ترک با رگای قهوه‌ای کمرنگ، روکش کار چرم با دکمه پرسی و این هم اصل ماجرا. به سفارش کرمان این کار ساخته شده. یه وافور مینیاتوری بسیار زیبا و کلکسیونی، یه کار ماندگار که برای من تجربه جدیدی بود. این قسمت رو با گل ساختم، قسمت مشکی، و گذاشتمش داخل کوره و پخته شد برای سفالی گرفت. این قسمت شاخ قوچ کوهی، چوب گردو، چوب سنجد، چوب گردو و مجددا شاخ استفاده شده. این یکی از کارهای جدید بود برای من و این هم متعلقات کاره. این همون انبر یا زغالگیر یا هرچی که شما صداش میزنید و این هم سوزن برای باز کردن سوراخ روی سفال، قسمت سفالی وافور. امیدوارم این کار رو دوست داشته باشید. تجربه جدیدی برای من بود و امیدوارم شما هم خوشتون اومده باشه. دلتون شاد و لبتون خندید.